سلام بچه‌ها. من و دری امروز اومدیم از آمازون چند بسته باز کنیم. چند تاشون من انتخاب کردم، چند تاشون هم بابام. و آخر ویدیو هم می‌خوایم بگیم کدوم یکیشون از همشون باحال‌تر و بهتر بود. با مبلغ سنگین $1000 که ما براتون انجام میدیم. البته تو این ویدیو غیر از من و آیین، مامان آیینم سوء استفاده کرده، یه سری خریدا برای خونه انجام داده. یه سری از این وسایل حتما تو چالش‌های بعدیمون استفاده میشه و ببینید. الان میریم اولین جعبه رو ازش رونمایی کنیم. پس بزن بریم. حالا داری الان با چی باید بازش بکنیم؟ ببین من فکر همه چیزشم کردم، برات قیچی آوردم. بچه قیچی میخواد چیکار بکنه این الان؟ کار ما رو حل میکنه. من برات باز میکنم ببینیم. مثل چاقو داره. بچه چاقوی جدید دنیا. گفتم چاقو خطر داره، بچه‌ها میبینن شاید دوست نداشته باشن بعد برن سراغ چاقو بچه‌ها خطرناکه. شما که کوچیک‌ترین نباید استفاده کنید. من باز میکنم که آینم اوف نشه. اوف چیه؟ با من باز کنم. باز کنیم خیلی. چیه؟ تانکه چیه؟ بچه خرید مامان آین. اولین خرید مامان آینه. یه دونه وکیوم رباته، یه جاروبرقی رباتیه. اولین چیزی که باز کردیم جاروبرقی رباتی که آی لایف پلاسه. معنی پلاسش واسه چیه؟ پلاس لول بندی و درجه بندی، حالا اون مدل پلاس داره، نمیدونم چیزایی هم ماینز داره. داره اینو باید داشته باشه دیگه. داره نمیدونم چیز بهتری اینو نمیدونم، ولی من چیزی که تحقیق کردم از چت جی پی تی و خود ریتی که مردم توی آمازون دادن، یه برند مقرونه به صرفه قیمت خوبه، با برق ایران هم سازگاره، چون خیلی از اینا مثلا برق کانادا و آمریکا کلا با برق‌های ایران فرق دارن از لحاظ ولتاژ. میرم باز کنم بهتون بگم چه شکلیه، شما هم ببینید ما هم ببینیم. کمک هم نمی‌کنی آیین؟ چجوریه؟ باید پارش کنم. نه حیفه. هم کارتوشو یادگاری دارم تو قفسه نگاه کنم، هر روز بهش نگاه کنم. آفرین بابا. یه چرخش میزنیم. خب ببینیم تو جعبه رو بگیم من بکشم. بچه ها بیاین. فوم وای او بچه ها بند و بسال داره این یکی. آقا اینا که برای تیشه. تی وقتی جارو میکشه آب میپاشه، خودش خودکار آب میپاشه و تمیز میکنه. اینم مدل اینجوری میشه بچه‌ها، خوب نگاه کنید. این برنده بچه اینجوری پلاستیک هست بکنمش. پلاستیکش هم میکنیم این برای اینجوری خب صدای عاشق این صدا بچه. این مدل جاروبرقی رباتیکه بچه. ماسک صورت جدید. شارژر هم داره که حالا داخلشه دیگه خودتون بعد ببینید. با مخزن آب میذاریم کنار، میریم برای جعبه دوم، آنباکسینگ دوم. بچه الان باز جعبه دوم میخواد از هواپیما بیاد. منتظریم تا بیاد. بچه مثل اینکه رسید. مثل اینکه رسید الان خیلی این بسته ها چون خود اون ارسال کننده هست که برامون ارسال میکنه، با کارتون ارسال نکرده و همینجوری برامون ارسال کرده. این کد رهگیریشه. و چیزی هم که توی جعبه میبینید تور والیباله و حلقه بسکتبال. با این خیلی کار داریم با این. اینو تو باز کن ببینم بلدی یا نه. 1 و 1 2 مسابقه محله. خب این یکی ازش هم باز کن. من جای تو باشم قیچی از وسط باز میکنم راحت تر به این صورت. نه دیگه بچه ها خیلی سخته باز کردن اینا. برای تو راحت دارم بچه یه خود خیلی توپوله. میخوایم بازش کنیم برای بچه ها ببینن. آره چیز مورد علاقم. این چیزی که آیین دوست داشت برای آیین سفارش دادیم. من میشنم اینو باز کنم. این توپ بسکتبالشه که باید باز کنیم. توپ والیبالشه
بچه ما میریم این توپا رو باد میکنیم. نفس ندارم. حتما با تلمبه باد میکنیم اینا رو. نمیشه بازش کنه. بچه اینا رو بعداً تو ویدیویی که براتون داریم، یه ویدیو خیلی خفنه که به زودی اونم براتون میگیریم و میذاریم روی کانال. اینا رو بعداً میبینید. الان بهترین کار اینه که من اینا رو پرت کنم اونور تا بریم برای آنباکس سومین بسته. بچه ما الان منتظریم تا بسته سوم بیاد. آقا بسته از این منو غافلگیرمون کرد. بسته سوم برای جانم چرا اون برای من قرار غافلگیر شدیم دیگه. بسته سوم رسید، براتون آنباکسینگ میکنیم. بچه یه چیز دیگه، قیمت وسایلی که خریدیم و حتما یا اینجا یا شاید هم وسط براتون میذاریم که از قیمت هم آگاه باشید، بدونید چه قیمت ما اینا رو از آمازون خرید کردیم. بریم برای باز کردن این بسته. نمیشه باز کنم. تو میخوای باز کنی؟ آره. ببین خیلی ظریف. اون ظریف نیست بابا. دادی اون ظریف نیست. دستتو نبوری ها. نه خطرناکه. بچه های تو خونه اصلا شما این کارو نکنید. حتما بزرگا کنارتون باشن. دستتونم بریدیم. میخوای کمکت تو کنم؟ بیمارستان. بچه الان دلشون میخوایم باز شه ببینن چی داخلشه. خود خدا ما هم نمیدونیم که این جواب چیه. حدودی میدونیم ولی خب نمیدونیم تو هر وسیله تو کدوم جعبه است. واسه خب A few minutes later. 1 سال بعد نه 2 سال بعد میخواد حرص شماها رو در بیاره. هر کسی که اعصابش خورد شده بره توی کامنت ها بنویسه آیین حرص در بیار. حرفه‌ای هم دیگه. ببین باید آنباکسینگ ها انجام بدی. نه خودم بچه ها داخل این چیزی نی. بچه داخل این چیزی باز نکنیم اینا. چیزای جالبی توش نیست. اینا رو کی خریدن من نمیدونم. بچه ها خیلی تو این وسیله است. مامانه های ترکونده، یعنی اینا به کارت من رحم نمی کنن. خانمای تو خونه، خانمای عزیز که ما رو نگاه میکنن، براتون کایت داریم بسته 76 عددی. یعنی چی ما با کارت رحم نمی کنیم؟ اگه من بودم 900 خرج میکردم واسه فرستادن. همین الان این کارو کردی، بیشتر از 900 تا خرید کردیم. بچه‌ها ریکای شماره دوم برای لباسشوییتون میتونید از این برند استفاده کنین. برند خوبیه. ظرفشویی. ببخشید من کار نکردم نمیدونم. خب بچه الان این چیه؟ خب بچه اینم برای چاپ عکسه. ما یه دستگاهی داریم پرینتر عکسای حرارتی رو میزنه. اینم برای اونه، کاغذای اونه. این مال منه. این چیه؟ تاپیک موه. دادی خود موهاش خالی شده، خیلی فکر میکنه، برای همین این یه پودره میپاشم مثل فلفل. روی سرم موها پرپشت میشه. پس این مال بیشتر مو از تو موها ببینید دادی بیچاره خودش خرید نمیکنه. آقا اینو مامانش چیز دیگه مونه. یه چیز دیگه بچه این چیه؟ اینم برای مامانه. چه کرده مامان؟ برو گم شو. اعصابش خورده چون هیچی تو این برای آیین نبوده. اینم که یه دونه از ایناست. من بابیلیسه بچه‌ها. این بود از جعبه سوم وسیله‌ای که داخلش بود. اینا هم براتون میزنیم. ولی جعبه سوم عجب غریب بود. خیلی عجیب غریب بود. اینا رو بور کن. اینا کلا بده ماتش بده کنار. خب بچه‌ها بریم برای باز کردن بسته 4. بچه‌ها الان منتظریم تا بسته 4 بیاد. ما الان موندیم از پایین میاد یا از بالا. الان تو بالا نگاه کن. من میز رو نگاه کنم شاید از زیر میز بیاد. آره شاید همون زیر بیاد. نه از زیر میز نه نمیاد. خب تو بالا نگاه کن من پایین. نه این خیلی ترسناک بود. ببینید بسته ها رو چجوری تحویل میدن. چیو؟ من چیزی ندارم. چیو؟ ندارم.
بچه ها قیچی تموم شد دیگه، آنباکسینگمون هم تموم شد. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا پیدا شدن قیچی. کجا گذاشتی قیچی رو؟ باید ظاهرش کنم. عجی مجیلا ترجی. فرمایید. کوک کردی؟ بچه های این چه واقعیه؟ علکیه چجوری ظاهر شد؟ قایم این شده هنر منه. این هنر منه. من نگفته بودم که یه چیزایی هم بلدم. نگفتی؟ نجی کن کرده خود. اینا تخصصی نه. باید اینا اینجوری بگیری باز کنی. خیلی سفته. ببین منو میخوای استخدام کنی یا فقط بعد آنباکسینگ کنم؟ ببینیم داخل این نه یک خیلی خوب. بازم آیین بچه ها یه تفنگ بشه بده بره بفرمایید. یه چیزای خوبم داخل این هست برای من. بعد میگه خودش من چیزی سفارش ندادم. اینو بذاریم کنار. اگه تالی هدفم بچه هدفم داره، حتما اینم استفاده میکنیم ازش. یه جایی خفن، یه کار اساسی دارم باش. کمک وای خیلی چسکاری کردن. وایسا کمک کنم. اون برم هست. بره بیا اون برم بزن قیچی کن. یاد ندارم. اوه 2 تا تفنگ داره. فکر کنم اینجوریه. من آبیم اولش داخلش پر بکنم. خب باشه حالا که اینجوری شد. خب بچه چجوری باید کارش؟ من میخوام اول باید اینو پر بکنم بعد. چجوری آخه؟ بچه اگه اشتباه کار انجام میدیم به اون بگین ها. از اینو نداشتیم. یا فاطمه زد چه چیز خفنیه. بچه باید پر باشه همش بیاد گویا. اوه چی مردم تلفونی خیلی خفنه. بچه بعدی این هدفونه که برای تو آنباکس کردیم. بازش کنم نگاه کنیم. چقدر هم جواب داغونه. این هدفونه که برای آیین گرفتم. دوست داری اینا؟ آره. خوبه؟ خب بچه اینا رو بزنیم کنار. تا اینجا امیدواریم خسته نشده باشید. با انرژی میریم برای آنباکس 5مین جعبه. خدافظ جعبه. بچه الان ما منتظریم تا بسته 5 بیاد. فکر کنم ترکیب بالا و وسطه، چون چند بار وسط اومده چند بارم از بالا. ولی من میخوام سورپرایزش کنم. بچه ها این بسته 5 از پایین میاد. جز اون بسته‌هایی که گفتیم جعبه نداره. گفتم ترکیب اونا میاد دیگه. خب و یه وصله لشینگه. اینو خیلی باش کار داریم. دوست دارم اینو. بچه یه تیوب گرفتیم که اینو بندازیم توی آب و حال کنیم. یه تیوبی که میشه بریم داخلش هم روش بشینیم. حالا بچه من نمیدونم یکیه یا چند تا، چون اینجا یه عکس چند تایی هم گذاشته. نه این مدلش یه دونه ایه. البته توی آمازون مدل 2 تاییش هم هست. حتی مدلی که وسطش مثلا جای مثلا اون 2 تایی است. آره مثلا به هم وصل میشه. بعد وسطش میتونی مثلا چیز بذاری. ریحانی خوب. واسه خوردنی یخ و چی این بساطا بذاریم. اون یخچالی هست دیگه. آره اونا رو میتونیم استفاده کنیم. شروع کنیم اینم بازش کنیم سریع که بچه‌ها. من قیچی این دفعه داشتم خودم باز میکنم. منم کمکت میکنم از این وقت که سریع‌تر باز شه. اوکی. چرا؟ خشونه. من فکر کردم خودش پلاستیک داره. بچه‌ها بعد به من میگه خشونه. بعضی جا نیاز داره. اینم باز میکنیم. ما میخوایم سرعت عمل رو ببریم بالا براتون که حوصله‌تون سر نره. نه بچه این خیلی گنده است. میدونی که دیگه این تیپ جز خفناست. کلا قایقاش و تیوب و همه چیزش اینا که اینو باید کجا بادش کن. اینجا جای باد داره. از داخل این باد میکنیم.
حالا اینم میذاریم کنار. بریم برای بسته بده یه چندم؟ شیشم. شیشم. بریم بسته شیشم رو ببینیم، باز کنیم، ببینیم داخل اون چی و چجوری سورپرایز میشیم. بچه الان بسته 6 و 7 اومد. حالا تو کنو بسته انتخاب میکنی، راست یا چپ؟ من کلا همیشه انتخابم راسته، چون خودم آدم راستگویی هستم، پس میرم برای سمت راستی. اینه؟ خب اینو بازش کن. خب باش. نه همینو باز میکنیم بچه ها. بسته شماره 6، بسته شماره 7. بابام شانسش آورد چون رنگ سیاه هم دوست داره. سیاه گیره. آره من عاشق رنگ سیاه هم. کلا من همه سیاهه. کلا مامان گل کاشته. همه سفارش ها با مامانه. بچه ها این چیه؟ بچه ها آیسکول. این نمیدونم. من چی میکشم؟ بچه این نوشته بچه ها هر سر. آیسکول هر کی تو کامنت ها بگه این چیه، درست حدس بزنه، یه جایزه پیش من و آیین داره. و بچه ها من خودم نمیدونم چیه ولی توضیح نبدی. توضیح نده. ولی پشتش نه گذاشته. نبینن راهنمایی نکن. بچه ها هر کی تونست بدونه که این چیه به ما توی کامنت ها بگه که این دستگاه برای چیه. خب بگه. اینو میذاریم کنار. خب بچه ها الان ترکی دستگاه بچه ها الان پرواز. فکر کنم یه دونه بخاری ماننده. چیه؟ این بخاریه؟ نه این اگزوز ماشین. اگزوز اگزوز ماشین خراب شده. خب برای اگزوز همین اینو سفارش دادیم. آها اگزوز همون لوله‌ای که زیر ماشین دود ازش میاد بیرون. یعنی خراب شده. اونو میکنیم، اینو میذاریم جاش، داخلش آرد میذاریم میگه بیم. آره؟ واقعا نمیدونه این چیه؟ نه. بچه‌ها آیین نمیدونه این چیه. این یه سشوار مسافرتیه که ما سفارش داریم که وقتی سفر دیگه میخوایم بریم، شروع سفرامون حداقل یه سشوار داشتیم. می‌بینیم که منم موهام چون خیلی پرپشت و زیاده نیاز داریم به این. پس اینم باز کنیم ببینیم چه جوریه. یعنی به سیم نیاز نداره، سیم اینترنتی داره. چرا اینم سیم میخوره؟ فقط کوچیکه و مسافرتی و خیلی قنجامنجه. ولی رو بچه شما اگه اینجا سیمی میبینین تو کامنت ها بنویسین. سیمش پایینه بچه. اینم چیز سشوار این داره. مسافرتی مونه. خب حالا نوبت به جعبه چندم رسید؟ هفتم. بچه میریم برای جعبه هفتم با ضرب آقایین. خب تو باز میکنی؟ آره. اینجوری بگی باز کن. اوه. یعنی تو این چی میتونه باشه؟ تو چیزی نداری؟ منم چیز نداشتم به جز این تفنگه. بذار قدرت نمایی کنم. اینم زور ددی. آقا چرا شما میخواین زخمی منو بتره کنید؟ بچه ها یه چیز دیگه از مادرم نزدیک بود بشکنه. یه فیلم از ما میگیره، همه پول ما رو خرج کرد. یعنی این خریدای آمازون شده خریدای مامان آیین. اول از این شروع میکنیم. این یه اتکلان دیگه است که ما برای خودم گرفتم. بلانک. اینو میذارم کنار. دوباره جعبه هم میذاریم کنار. جعبه دیگه رفت پایین. خب بچه ها طبق معمول اینا خریدای مامان آیینه. یعنی من موندم دستگاه ویو بازش نکنه. اینم بچه ها اینم خرید بعدی ماه. سر من کلاه نرفته؟ سر من کلاه نرفته؟ همه شد برای تو و ماما. خود تو سر کلاه هست دیگه. ای بابا همیشه سرم کلاهه. آقا این رفت. میذارم پایین. خب این چیه؟ اینجا فقط زده داخل چاینا درست شده که من نمیدونم. صادقانه اینو من فهمیدم چیه، چون از پشت دوربین دارن اعلام میکنن که اینم برای مامانه. این بسته آخر مامان آیینو باز کنیم.
این خیلی ترسناکه. بچه زنگ گرفتن درد سر ها. یعنی پولتون تمام میشه، کامل پولتون رو تمام میکنم، باورتون میشه نمیشه. یه یه راست سری از بازش اینا کنی؟ واقعا من نمیدونستم خرید کردن. اصلا منم نمیدونستم این واسه کی هست. این چیه؟ ما- بمبه؟ نه من میدونم، اینو به من گفته. ما سیخه؟ نه برای ستونه. ظرفشوییمون ستون. از این جاهایی هست که توش ظرفا رو میذارن، آب چکونا، از اونا داشتیم. چند روز پیش گفت خیلی بزرگه، یه چیز ظریف‌تر و قشنگ‌تر میخوام، برای همین رفته اینو گرفته. حتی اینا پایه هاشه، یه زیری داره پلاستیکی، این داخل من درش نمیارم چون واقعا کلافم. سر من کلاه رفته، خیلی هم کلاه رفته. اون سایز ظرفی که ما داریم تو این چیز جا بچه‌ها، میشه. این چیز باحالیه، جمع و جوره. اینجوری روی سینک حال کردی؟ اینجوری میشه میاد روی سینک، ظرفا رو میتونیم بذاریم داخلش. خب این بستم تموم شد بچه و اما الان دسته آخرم اومده. بابام خریدتشونسته که من اینو خیلی دوست دارم. بیشتر برای خودم هم خریدم. میدونم چیه. نموزه منه. الان خودم هم میدونم چیه ولی منتظرم بازش کنم. بچه این خیلی هیجان انگیزه، خیلی هم گنده است. گرونترین خریده هم بزرگترین خریده. میریم سریع بازش میکنیم ببینیم چیه. بچه این بزرگترین چیزی که از آمازون ما الان فکر کنم گرفتیم. بزرگترین خرید توی این سری از باکسینگ مونه. اینا رو بخوابونیم که بچه گوشی پیدا کردم. بچه گوشی بادی. چیه؟ گوشی بادی. بچه‌ها دمشون گرم، یعنی ببینید چه تلمبه. گذاشته کردن. تلمبه. این قاب گوشی رو گذاشتن ضد آبه که گوشیامون رو وقتی میریم داخل آب بذاریم داخلش تا خیس نشه. خب تلمبه رو میخوای چیکار؟ تلمبه هم گذاشتن؟ آره دیگه خوب ببین، اینو باد خفنه کنیم. ها. خب اینو باید بادش کنیم. خب باشه ببینیم چی دیگه داره. بچه کیف هم بهمون یه دادن. کار ماننده این آچا. روشه. بچه کیف جدید واسه مدرسه بچه. بچه آموزش پدل بورد، میشه اینو بذاری تو این اتاقم؟ پدل بورده و اینم آموزششه گذاشتن. پدل بورد این داخله؟ نه این کیفشه بچه ها، خیلی این کیفشه گنده است. میذاریم عقب، دسته یه کیف دو تا دست بره عقب. میله. این برند آکواپلاسه، اینم که جانم پاروه. بله پارو؟ آره، وقتی روی پدل وای میسی اینجوری پارو میزنی. ببین بچه فکر کنم اینم ماسک اکسیژنه. بچه این تو هم میشه پاروشه. میشه اینو باز کنیم ببینیم چیه؟ این آها میدونی چیه؟ فکر میکنم بچه ما شدیم واقعا کوسه. چیز خفنیه بچه ها، همه چیز داره. این به مچ پا بسته میشه. مطمئنی؟ این بله اینم به پدل بورد بسته میشه که مثلا اگه افتادی اینجوری از بالا پاش بکنم آویزون میشه. بچه اگر شما هم میدونید این چیه به ما بگین توی کامنت ها. و بچه ما خیلی با شدیم کیفیت. کوسه چیزی که من آهنی. دارم میبینم چون من دربارش هم تحقیق کردم، یه برند بابا شدم نمیگم کوسه آهنی. نامبروانه ولی یه برند خیلی خوبه. بابا شدم کوسه آهنی. نه اینجوری کن اینجوری کن. بچه این زیر پدل بورد نصب میشه برای اینکه زیر آب بمونه و پدلم که میاد بالا. خب اینه اصل کاری این زیره، خیلی بابا، سنگینه. اتمه. الان بخوایم چیز کنیم اذیت میشید. اینو بادش میکنیم، تکمیل که شد. یه سورپرایز هم با این داریم، باید با اینم تازه بریم آموزش درش ببینیم. بیا لطفا. ببین در بیاد خیلی بزرگه و سنگینه. ما با اینجا خب ویدیو رو بادش تموم کنیم، کنم. از بچه ها خدافزی کنیم. بچه ها مرسی بچه که مرسی که ویدیو تا الان ما رو دیدین. دیدین. خدافظ. لایک و سابسکرایب حتما بزنید، فراموشتون نشه. حمایتمون کنین، زنگوله رو بزنین. دیگه چی کار کنن؟ کامنت هم حتما بذارید و به همون بگین که بهترین چیزی که تو این خریدار دیدین چی بوده. دوستتون داریم، با ویدیوهای جدیدتر و بهتر میایم سراغتون. خدافظ. خدافظ.